خب بچه ها امشب 9 تا ویدیو ترسناک داریم که با هم دیگه ببینیم. حتما ویدیو آخریش هم ببینید. آخرین ویدیو خیلی جالب. خب تو این ویدیو یه خانومی رفته یه کلبه خریده وسط جنگل، اصلا هیچکی نیست. بعد میخواسته اونجا رو تمیز کنه و این داستانا که سگش خیلی پارس میکرده و حالا اومده بیرون خونه و تصویری از بالای بالکن گرفته که با همدیگه ببینیم. There's nothing hanging there. It's creepy. صدای خودش There's gotta be something. I don't know what the it just what the این چی بود تو خونه تکون خورد؟ چون بچه ها اینجا یه کلبه مخروبه است و اونجا هم خانومه گفته، الان تو جلوتر میریم میبینیم هیچ پرده یا هیچی آویزون نیست و اون چیزی که تکون خورده و بعد از پارس های سگه و کلی هم صدا می اومده اون بالا. بریم بقیهش هم ببینیم. دوباره براتون زوم میکنم. یه چیزی قشنگ، یه لباس زنونه‌ای تنش بود و میره کنار دیوار. اینجا هم صحنه دومه که اون خانومه که صاحب کلبه است رفته و از اونجا یه ویدیو گرفته. از رو بالکن، در رو بالکنه. این هم همون دره بود که باز بود و میبینید هیچ پرده‌ای هم آویزون نیست. بریم ویدیو بعدی هم ببینیم. این ویدیو هم در مورد یه پسره که میگه از اتاقم صدای وحشتناک میاد یا هرچی. الان گوشیشو روشن کرده و میخواد بره داخل اتاق. آره دقیقا میگه یه صداهایی میشنیدم، صدای مثلا یه چیزی رو میکوبیدن تو اتاقم. الان میخواد بره ببینه چه خبر. I'm just gonna take a look at. Come on. Okay. بچه این در اتاقشه. What the f was that? یه دفعه دیگه گوش بدیم. Hey. Really? What the f was that? قشنگ یکی زد به در. You guys hear that, right? بچه الان رفته داخل اتاقش ببینه چه خبره. I don't really know I'm supposed to. قشنگ دستش لرزید. یعنی صدای این فنجونه اومد، صدای فنجون اومد، یه لحظه دوربین تو دستش لرزید، ترسید. صداش بند اومده بچه از ترس. Oh, can you do that again? Fuck this. و واقعا تکون خورد. همون لحظه که بهش گفت میتونی فنجون رو تکون بدی، فنجون افتاد. خب بچه ها بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. خب این ویدیو در مورد یه خانومیه که رفته موزه حیوانات ما قبل تاریخ و یه چیز جالب اتفاق میفته. حالا با هم دیگه میبینیم که چه اتفاقی افتاد و خیلی عجیب بود. من اولین باری که دیدم، حالا نمیدونم
بازتاب نوره یا هرچی یه چیز عجیبی بود. Well, that's a little disconcerting. That thing is huge. Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. Gee. بچه نمیدونم شما دیدیش یا نه، ولی من اولین بار که دیدم واقعا ترسناک بود. نمیدونم چیزی تسخیرش کرده، چیزی داخلش رفته یا هر چیزی، بازتاب نوره، ولی خیلی ترسناکه. دوباره نگاه کنید و به سر دایناسوره نگاه کنید. دقیقا اینجا سرش تکون خورد. دیگه نمیدونم زاویه دوربین یا هرچی، ولی خیلی ترسناک بود. دوباره ببینیم. اصلا قشنگ تکون خورد. حتی سرش هم کج شد. اگه توجه کنید یه خوردم سرش کج میشه. حالا دیگه نظر خودتون رو تو کامنت برام بذارید. خب بچه ها ویدیوی بعدی رو ببینیم. این ویدیو در مورد یه یوتیوبره که رفته یه جایی تو جنگل و یه چیز عجیبی دیده. دیگه من مطمئن نیستم درون، نگاه کنید موجود فضاییه، ولی من مطمئنم انسان هنوز روی پرنده نساخت و یه چیز بزرگ هم هست، کوچیک نیست. یعنی اندازه درون هم نیست، یه چیز بزرگ. بچه ها یه نکته دیگه هم بگم. توی ادیت ویدیو همچین چیزی رو نمیتونی در بیاری، چون این خیلی داره طبیعی دیگه حرکت میکنه، خیلی طبیعیه. یعنی مثلا واسه یه ادیتور ساده اصلا امکان نداره همچین چیزی رو بتونم بسازم. اصلا انعکاس نور خورشیدم روش هست، یعنی مثلا واسه همچین ویدیویی هیچکی نمیاد این کارو بکنه. یعنی در کل شما به انعکاس نورم توجه کنید حتما. چیز جالبیه. حالا من نمیدونم دقیقاً، یه حاله‌ای هم دورش هست، یه چند تا چیزم دورش میچرخه مثل مدار اینا. بریم ویدیوی بعدی هم ببینیم. خب بچه ها این آقا هم وسط جنگل داشته نمیدونم چی کار میکرده. یه جنگل خیلی دور افتاده بوده و یه چیز عجیب دیده توی درخت‌ها. الان خیلی مشخص شد. یه چیز مشکی بزرگ. بچه خودش توی پستش دقیقاً اشاره کرده بود که یه جنگل دور افتاده بوده و هیچ کس اون اطراف نبوده.
و به اصطلاح آمریکایی‌ها به این موجود میگن پاگونده. حالا دیگه نظر خودتونم بهم بگید کامنت ها، ببینم نظر شما چیه در مورد این چیزا، مخصوصا پاگونده. خب این ویدیوی 4 بود فکر کنم. خب بچه تو این ویدیو که این یوتیوبر داره ویدیو میگیره تو خونش نشسته، تقریبا دستگیره در خود به خود حرکت میکنه. الان بریم ببینیم. This has been happening ever since we've moved in. Ever since we've been moved in, this has been happening. It's a brand new building. I don't get it. Happens that often. The handle is even loose. Really fed up with this. It's all the time at the moment. بچه ها دیدید که دوربینش هم همون موقع چرخوند و هیچی اونجا نبود. این خیلی عجیب میکنه ویدیو رو. و جالبیش اینه که اصلا نترسید و فقط رفت چک کرد، یعنی براش عادی شده اینقدر اتفاق افتاده. خب بریم ویدیو سوم رو ببینیم. بچه این ویدیو در مورد یه دوربینه که ارتش آمریکا داره و تصاویری منحصر به فرد خودشو تصویر برداری میکنه از بالای ابراست. یه تصویری از بالای ابرا گرفته و یه جسم عجیبی اونجا دیده میشه، دقیقا مثل همون گویه که توی ویدیوهای قبل دیدیم. این هم داره اینجا تکون میخوره و ازش ویدیو گرفتن. این هم تکنولوژی قوی ارتش آمریکاست. این هم مشخصات جغرافیاییشه واسه لوکیشنش. بچه نور رو براتون تغییر دادم که ببینید. همینطور که میبینید یه حاله‌ای هم دورش هست، حاله مغناطیسی باشه یا هرچی، توجه کنید یه حاله عجیبی دورش هست. خب ویدیو یکی مونده به آخرم ببینیم. بچه ها این ویدیو در مورد یه پسر و دختره که توی خونه زندگی میکنن و صدای در زدن میشنون. So I'm just gonna go and open it. Yeah. بچه تصویر خیلی تاریک بود و چیزی معلوم نبود. الان درستش میکنم براتون میذارم. What was that? Mate, I'm not joking. What the hell was that? What did you see? There was something looking around the corner. Right. What the actual خب بچه توجه بکنیم به تصویر، روشنش کردم براتون. دیدیش؟ بچه دقیقا یه چیزی اون پشت و سر کشیده و الان رفت و اونم رفت تو اتاقا گشت و هیچی پیدا نکرد. جالبش همین. الان قشنگ معلوم بود. یه لحظه بیام عقب. اینجا همون لحظه که دیدش برگشت. نگاه کنید. نگاه کرد رفت.
تازه این خیلی دیگه روشن شده. خب نمیدونم نظر شما چیه. الان نگاش کنید بچه‌ها، دقیقاً اینجاست. بعد رفت. خب بچه‌ها این ویدیو در مورد یه خانومیه که میگه دم خونمون دسته گل گذاشته بودن و هیچ نامه‌ای و هیچ چیزی نبود که معلوم کنه این دسته گل مال کیه. And I got these flowers. Boom. They're dying. I know. That's not weird because it's me. Okay? They die. No note. خب بچه‌ها وقتی داشته این ویدیو رو توی فضای مجازی پخش می‌کرده، مردم متوجه یه چیزی شدن پشت سرش و بهش گفتن یه شخصی، الان وایسا من تصویرم رو جابجا کنم. بچه دقیقاً اگه خیلی توجه کنید یه شخص اونجا، یه شخصی، یه حاله‌ای اونجا وایساده، ولی الان قشنگ معلوم نیست. تصویر رو براتون خودش اوکی میکنه، خیلی روشنش میکنه و بهش فیلتر اضافه میکنه، کم کم مشخص میشه کی اونجا وایساده. من الان خودم یه حاله‌ای میبینم. بذار بریم جلوتر. اینجا میگه مردم بهم گفتن یه چیزی پشت سرت بوده و اینا. This is منم what I found. خودم رفتم با گوشی ادیتش کردم. بچه ها ببینید داره روشن‌ترش میکنه، یه چیز عجیبی اونجا وایساده. اینا پاهاشه، توجه کنید، این پاهاشه، این بدنشه و اینم سر و گردنشه. البته من نمیدونم دیگه این ادیت ویدیو باشه یا هرچی، ولی همون لحظه که این پستو گذاشته تو فضای مجازی مردم یه چیزی دیدن پشت سرش. یعنی اینطور نبوده خودش بیاد این چیزو مثلا درست کنه. حالا نمیدونم روح باشه یا جن باشه یا هرچی، یه چیزی اونجا وایساده و داره نگاش میکنه. من بیشتر حدس میزنم روح باشه، حالا چون به چیز دیگه ای نمیخوره واقعا. شما هم نظر خودتون رو بهم بگید تو کامنت، بهم بگید ببینم نظر شما چی. میگه همون لحظه که این تصویر رو دیدم گلوم گرفته، اصلا منم بودم همچین میشده. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید تا بیشتر از این ویدیو براتون بذارم.